خواهر عزیزم، برادر عزیزم، آدما رو همون جوری که هستن بپذیریم. همون چیزی که هستن، با خوبی و بدیشون. هیچ آدمی تکمیل نی. هیچ کسی تکمیل نیومده تو کره زمین. ما هممون پر از ایرادیم، پر از خوبیم، به اشکال مختلف. از هم دیگه ایراد نگیریم، یکم بیشتر هم دیگه رو بپذیریم. اگه قبول کنیم که ما انسانیم و پر از خطا، راحت‌تر میپذیریم. راحت‌تر میتونیم با شریک عاطفیمون کنار بیایم. راحت‌تر میتونیم با خواهرمون، برادرمون کنار بیایم. باید اینو بپذیریم اونا وسیله نیستن رفتاری که میخوایم داشته باشن و داشته باشن. متوجهی؟ هر کس یه نوعی بزرگ شده. هیچ دوتا برادر دوقلوی شکل هم نیستن. تربیت‌ها، رفتار پدر مادر، نوع بزرگ شدن، نوع مسیر زندگی متفاوته. با هم دیگه کنار بیایم. ما انسانیم و تکمیل نیستیم. بهترین رو بپذیری. اگه داری با رفیقت کار میکنی، با برادرت کار میکنی، نمیدونم تو رابطه عاطفی هستی که پر از مشکله، بیشترش از این میاد که ما نمیتونیم هم دیگه رو بپذیریم. اگه واقعا کسی رو نمیتونی بپذیری و با اخلاقات جور در نمیاد، جدا شو. مسیرتو جدا کن، اما ایراد نگیر ازش. ایراد گرفتن عزت نفس و اعتماد به نفس یه نفر رو خورد میکنه، یه نفر رو خراب میکنه. باید اینو بفهمیم. حتی اگه اون آدم بیاد و صاف تو چشامون نگاه کنه و جوابمونو بده، ولی اون آدم خراب میشه تو وجود خودش. یکم بیشتر هوای رابطه همونو داشته باشیم. هر نوع رابطه هیچ فرقی نمیکنه.